امروز دلتنگیم برای کسی که دیگر نمی شود او را داشت، او را خواست. فقط می شود سخت برایش دلتنگ باشیم و در حسرت نبودنش بسوزیم. چه خوب است که بداریم وقتی که نیستیم کسانی هستند که برای ما حقیقتاً دلتنگ می شوند و حسرت روز بودنمان را می خورند. سخن از مردی است نامآور که کم می دانم در موردش، ولی همینقدر می دانم که تکه آسمان خرید، کوش کرد، چون می دانست زمین دیگر بوی زندگی نمی دهد. او با اولین تپش‌های خورشید در دره ترکمن، قریه قودی، در سال 1309 قلبش در این نیلگون خاکی تپیدن گرفت. وقتی 2 سال بیش نداشت پدر درک کرد که زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست. پدر می دانست که مهاجرت چه بهایی دارد و چرا مرغ مهاجر به وقت پرواز این چنین سخت به خود می لرزد. شنیده ها می گوید که پدر همراه این قهرمان ما شروع کرد به بار کردن فرشهایش، لوازم پخت و پزش، صندوقهای لباسش. پدر مشت خاک وطن در دستانش گذاشت، برداشت و با پدر عازم شد به شهر پر هیاهوی کابل. در میان این همه هیاهوی شهری وقتی 16 سال بیشتر نداشت، ورزش آرامشی بود که یک باره بر او نازل شد. دستانش را نوازش داد، روحش را جلا بخشید و در این هیاهوی شهری غرق آرامشش کرد. سخن از مردی است به نام پهلوان ابراهیم خضری ترکمنی. خود در معنای پهلوان چنین میگوید: پهلوان مثل 4 پایه‌ای است که 4 پایه دارد. هرگاه یکی از این پایه ها نباشد 4 پایه نیست. این 4 پایه در قهرمانی زور، فکر، چال و دلیری است. شروع به ورزشش را چنین به یاد می آورد: بگذار بگویم نگاه کودکانه را دوست دارم، چون با صداقت است و هیچ دروغی در آن راه ندارد، مانند کودکی که به کودک همسن سالش می نگرد، ولی وجدان خفته بزرگسالان چه راحت او را از این نگاه دور می کنند و به او می گویند کمک به دیگران در اولویت آخر است. ولی او با همان نگاه معصومانه این واقعه را می نگرد و بازگو می کند. روزی مردی از ما جنسی گرفت و نه تنها بهایان را پرداخت نکرد، بلکه مرا مورد ضرب و شتم نیز قرار داد. این را قهرمان ما می گوید. روح معصومش به خوبی دریافت که باید اول به خود و بعد به دیگران کمک و یاری برساند و بعدها که بزرگتر شد این روح معصومانه را ارتقا داد، دیگران را بر خود مقدم شمرد. داستان کوتاه ولی پرمعنا. شروع ورزشش از چنین روزی آغاز شد. وقتی در وزن 62 کیلوگرم در استادیوم کامل به مقام قهرمانی رسید، خوب معنا کرد قهرمان بودن را و نشان داد که قهرمانان نماد فروتنی هستند و در نهاد خود کوه‌هایی سر به فلک کشیده دارند چون هندوکش و خوب یاد گرفتند که هرگز این نهاد کوهگونه خود را نمایان نکنند. من همیشه دوست داشتم که فروتنی را تمرین کنم، اما همواره به یاد می آورم که خودم مهمتر از همه هستم و از آن باز می مانم. پهلوان ابراهیم چه خوب معنا کرد که انسان قهرمان و پهلوان رودخانه عمیقی است و هرچه عمیق‌تر باشد آرامتر و متواضع‌تر می شود. و در 30 سالی که بی‌رقیب بود و قهرمان، این عمق وجودی را به خوبی عیان کرد.
تا باشد که بیاموزی. عدل چه بود؟ آب دادن از شار. ظلم چه بود؟ آب دادن خار. در زمانی که دلها گرفته بود، آسمان ابری بود و می نالید و می گرست، چشمها را می بستند، دلها را مهر می کردند. 25 سال عضو تیم ملی بود. چه خوب گفت پاسکال. عدالت و قدرت باید در کنار یکدیگر باشند تا هر چیزی که عادلانه هست قدرتمند باشد و هر چیزی که قدرتمند است عادلانه باشد. در زمانی که عدالت و قدرت همجوار و همزیست نبودند، به دست آوردن هر دو مرد می‌خواست و مبارز. وقتی در سال 1960، 1962 و 1964 به قلعه جهان راه یافت و سرآمد جهان گشت، آنگاه به تمام معنا پهلوانی را معنا کرد. آنچنان که مولانا واعظ کاشفی گفته بود: اگر پرسیدند که را پهلوان توان گفت، بگوی آن کس که 12 صفت داشته باشد. اول ترس از خدا و به عبارتی خشیت از خدا که اگر آن نباشد به فساد گراید. دوم متابعت از شرع. سوم تن قوی. چهارم زبان خوش. پنجم دل دلیر. ششم فرد کامل. هفتم صبر تمام. هشتم علم به کمال. نهم تلاش و کوشش. دهم خلقی پسندیده. 11 دوری از حرام. 12 نعمتی بر دوام. او که چنین زیست، در سال 1401 زمین بفروخت، تکه آسمانی خرید و کوچ کرد. یادش گرامی، نامش جاوید باد. از تو میخواه من چون تمنایی، اگر دستم را نگیری خواهد کشید کارم به رسوایی، که هستم غلام سخی شاه مردان، سنگچل عاشقان عرفان، دعاگوی جمیع آل اسلام، خدای مملکت آرامی، محبت و دوستی. دوستان و هموطنان عزیز سلام. گزینه سوپر تانکس چینل یوتیوب بنیاد آفاق فعال است. حال دوستان میتونن از این طریق نیز از فعالیت ها و خدمات بنیاد حمایت کنند. با کلیک کردن روی گزینه سوپر تانکس و وارد کردن پیام و مبلغ مورد نظرتان روی گزینه خرید کلیک کنید و پس از وارد کردن معلومات کارتتان مراحل پرداخت را تکمیل کنید. حمایت‌های شما به تداوم فعالیت‌های خیریه و خدمات رسانی مؤثرتر کمک می‌کند. از همکاری و حمایت همه شما صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.